بازیگران خوش اشتهای ترکیه رو میشناسین؟ همونایی که عاشق غذا خوردنن و تا چشمشون به غذا میفته دیگه نمیتونن خودشونو کنترل کنن. برای دونستن از این موضوع چنل ما رو سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آراس بولوت اینملی. آراس خودش صادقانه اعتراف میکنه که ادعایی توی آشپزی نداره، اما آشپزخونه یکی از مکانهای مورد علاقه توی خونشه. آراس عاشق گوشته و هر غذایی که با گوشت پخته میشه رو دوست داره، مثل کباب و کوفته، اما کلاً از بس که خوش اشتهاست به هیچ غذایی نه نمیگه و خوشبختانه از اونجایی که فعالیتش زیاده چاق نمیشه. برجو اوزبرگ. برجو عاشق غذا خوردن و اصلا نمیتونه در برابر غذا مقاومت کنه. چاتای اولسوی. مادر چاتای بوسنیایی و چاتای خوش اشتها معتقده که این ویژگی اون به بوسنیایی ها رفته. اون عاشق شیرینیجات و غذا درست کردن و وقت گذروندن توی آشپزخونشه. توبا بویکوستون. این بازیگر عاشق غذا خوردنه و خدا نکنه چشمش به غذا بیفته، چون دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. اما خب خوشبختانه اون علاقه به فست فود نداره. جالبه که یکی از کارگردانان ترک بعد از همکاریش با توبا گفته که توبا عین راننده کامیونا غذا میخوره. ابرو شاهین. ابرو کلا نسبت به غذا ضعف داره، مخصوصا اگر اون غذا از یک منوی ایتالیایی باشه. البته غذاهای ترکی و میوه‌های استوایی هم خیلی دوست داره. جان یامان. جان عاشق غذاست و خودش یک آشپز تمام عیاره. اون اصلا تحمل گرسنگی رو نداره و وقتی گرسنه باشه و چیزی برای خوردن پیدا نکنه به شدت عصبانی میشه. ادا اجه. ادا عاشق آشپزیه و تمام غذاهای ترکی رو بلده بپزه و دیگه کم کم داره میزنه توی کار غذاهای خارجی. اون خیلی سعی میکنه که همیشه مراقب تغذیه‌اش باشه که روی فرم بمونه، اما این کار در صورتی امکان پذیره که دسر و کاپکیک جلوی چشمش نباشه. تانر اولمز. تانر عاشق همه غذاهاست، در حدی که عشقش به غذا رو یه بیماری میدونه. اون همه نوع غذایی رو دوست داره و میپزه و جالبه که فقط در صورت تلویزیون نگاه میکنه که بخواد برنامه آشپزی ببینه. برجو بیریجیک. برجو از اون زنای خوششانسیه که هرچی غذا میخوره چاق نمیشه. اون عاشق غذا خوردنه و در مورد عشقش به غذا میگه از اون زنایی نیستم که برای زنده موندن غذا میخورم، در واقع من برای خوردن زندگی میکنم. جم ایلماس. از جم شکموتر و خوش اشتهاتر مگه داریم؟ اون عاشق غذاهای ترکی و ماکارونیه، اما از بس که عجوله هیچ وقت آشپز خوبی نبوده. او حتی اگه سیرم باشه از باقلوا نمیتونه بگذره. ملیس سیزن. ملیس عاشق غذا خوردنه. اون همه غذاها رو دوست داره و بین هیچ کدوم از غذاها تبعیض قائل نمیشه. اون میگه به طرز باور نکردنی از غذا خوردن لذت میبرم و بیشتر از همه چیز برای غذا خوردن پول خرج میکنم. اما از اونجایی که در هر زمان و مکان فرصت پیدا کنه میرقصه، این اشتها کار دستش نمیده و همیشه اندامش خوش فرمه. اوراز کایگیلار اولو. اوراز که تا همین چند سال پیش خیلی اضافه وزن داشت، عاشق غذاست. البته بیشتر تو کار غذاهای بین المللی و بروزه تا غذاهای سنتی. اون انقدر به غذا علاقه داره که میگه اگر بازیگر نمی شدم حتما یه سرآشپز بین المللی می شدم. اون غذاهای گوشتی رو خیلی دوست داره. آسلیهان گونر. آسلیهان عاشق آشپزی کردن و سرو کردن غذا و خوردن اونه.
اون که خودش دستپختش خوبه، هر جا که میره اولین کاری که میکنه خوردن غذای اونجاست. اون میگه غذا نمیخوره که سیر بشه، بلکه غذا خوردن باعث خوشحالیش میشه. سرکان چایولو. سرکان از اون آدمای شکموه که جمله چی بخورم از دهنش نمیافته و به محض گرسنه شدن عصبی میشه. اون همه نوع غذایی رو امتحان میکنه و حتی غذاهایی با گوشت تمساح و کوسه و حتی کانگورو هم خورده. اما غذای مورد علاقش سوپ عدس و ماهی قزلالاست. اصلی انوه. اصلی به هیچ وجه نمیتونه از شیرینیجات دوری کنه. به حدی عاشق غذا خوردنه که دیگه این علاقه براش به یه معضل تبدیل شده. اصلی از اون دسته آدماست که خیلی زود چاق میشه. کرم بورسین. کرم یه پسر خوش اشتهاست که عاشق آشپزیه و همه مدل غذا درست میکنه. اون عاشق اسکندر کبابه، اما از اونجایی که پای ثابت ورزش کردنه همیشه هیکل عالی و رو فرمی داره. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین.